سلام، خوش اومدید به یک کویک ریویو دیگه از کانال احسان آرت 21. آقا این لیموزینه رو فقط من توی عکس‌ها دیده بودم، فکر نمی‌کردم مثلا واقعی باشه، ولی خب مثل اینکه واقعیه. نگو که میخواد هلیکوپتر بشینه روش. نه واقعا باند هلیکوپتر داره. البته هلیکوپترش هم که آقا هلیکوپتره ولی کوچولوه. میگم بشینه ماشین بر نمیگرده. لاستیکای دور سفیدشو ببین، فقط یه جوریه مثل اینکه دستسازه، یعنی شرکتی نیست، یه جوریه مثل اینه که با امکانات کم ساخته شده باشه. اینجوریه. آها، از این ساختنش گفتم این کارگاهی اصلا این ظرافت کارخونه رو نداره. زمین میلی گلف. جکوزی داره توش. وای فکر کن آقا این به درد این آدمای تازه به دوران رسیده میخوره. فکر کن یه ماشین داره حرکت میکنه تو ترافیک، ماشین به این عظمت، خب بعد یه نفر با فخر تمام، انگار نه انگار که اصلا بقیه وجود دارن، داره روی این گلف بازی میکنه، عقل کرده. چند نفرم دارن تشویقش میکنن. به ذهنتون اومد یا نه؟ اوه قدرت ادیتو نمیدونم طرف که اینو ساخته چی بوده تو ذهنش. این شرکتی نیست آقا، این دستساز، اصلا ظرافت نداره. دستساز که یعنی کارخونه کارگاهیه، یه نفر تو کارگاه اینو ساخته. حتی پیش بینی نشده چجوری بری بالا، 4 پایه گذاشته. وای چه افتضاح کیفیتش. اینم که برای پشت کامیونه. من یه بازی رو داشتم دیروز ضبط میکردم، سیمولیتور بود، برای پشت کامیون اینجوری باز میشه. اوه در بالاییش چه هیدرولیک و خوشگله. خودمونیم چقدر زشته، یعنی اگه وای افتضاحه آقا. اگه بخوایم زشت بودن رو تو تصویر نشون بدیم میشه این لیموزینه. از بیرون که ببینی فکر میکنی چه خبره، مثل ظاهر زندگی بعضیا. من خب بدون هیچ تخصصی از نصب لامپ LED اون RGB ها رو تو اتاقم قشنگتر زدم، اون نوار RGB ها رو. این چجوری میپیچه؟ این چجوری میخواد بپیچه؟ وای پسر اندازه یه واله. فقط به درد رکورد زدن میخوره. چیه این خب؟ اینو نهایتا بتونم به یه عرب پولدار بفروشنش، وگرنه هیچی نداره. مثلا طرفم استفادهش که نمیکنه، یا خونه بزرگ میسازه اونو میذاره تو خونش، ملت رو دعوت میکنه بیان ببینن. همه امضا کردن. کیا امضا کردن؟ خبری از ظرافت نیست. اون میله هایی که اونجا جوش دادن. چجوری میخواد بشینی الان؟ الان چجوری میخواد سوار شه؟ این میله اومده از اونجا چسبیده به اسکلت ماشین. وای چیه ساختی خب؟ اینو فقط همون حالتی که گفتم میشه فروختش، به غیر از اون فکر نکنم اینو بشه فروخت یا استفادهش کرد. کیه که اینو بخره؟ وای ولی چقدر داشبوردش خوشگله. به صدای در. وای چه لقه. این قراره جا به جا بشه. وای صدای موتور رو یه گاز بده حداقل. آها
6 تا لاستیک متحرک داره. موتور V8 هم برای این کم. اینو اگه قرار بود چین بسازه یه موتور 170 اسب بخاری گذاشته بود روش، فروخته بود به ملت غیور ما خودمونیم. چه فاجعه ای ساختن. این چیه؟ درشو ببند حداقل. وای پسر این اصلا چه جوری میخواد بپیچه این؟ هر چقدر دورتر نشون بده به نظرم قابل فهمتره تا از نزدیک. خیلی ظرافت اصلا توش معنی نداره. این پروژه حماقت کامله. فقط پیاده شدنشو. با همین زاویه ازتون خداحافظی میکنم و امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه دوستان قشنگ من. پس تا یه کویک ریویو دیگه از کانال احسان 21 یادتون نره که شاد باشید، از زمستون لذت ببرید. ویدیو رو لایک کنید آقا، ویدیو رو لایک کنید تا دوستاتون هم بتونن این ویدیو رو ببینن. یه حمایت خیلی خیلی بزرگه. منتظر ویدیوی بعدی باشید و خدا نگهدار.